سلام بینندگان عزیز، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که آن را همکاران ما از تاجیکستان و پراگ آماده کردند. امروز پنجشنبه 19 دکبر است و حالا با موضوع اساسی برنامه شناس شوید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت طلبات به مهاجران کاری به خصوص آنهایی که از آسیای مرکزی می آیند باید سخت‌تر شود. تاجیکستان و قرقیزستان بعد جلسه 9 روزه در دوشنبه کار را سری کشیدن خطی سرحدی بین دو کشور شروع کردند. در سردی های زمستان ساکنان بیخانه و در منطقه غزه در شرایط رقتبار شب را در خیمه ها روز می کنند. پرزیدنت ولادیمیر پوتین گفت مقامات انتظامی باید نظارت کنند تا که به گفته‌اش مهاجران سنت ها و فرهنگ و هم خود شهروندان روسیه را احترام کنند. پوتین که روز 19 دکبر در صحبت مستقیم تلویزیونی به سوالهای مردم و خبرنگاران پاسخ میداد گفت ما باید مردمی را که میخواهند برای کار بیایند با عنعنه و فرهنگ و قانونهای روسیه آشنا کنیم. پوتین افزود باید طلبات به مردمی که در قلمرو ما هستند سخت‌تر شود، طلبات به آن که مردم و محیطی را که در آن زندگی میکنند احترام کنند. او گفت حامیان حقوق میگویند در عهد حکمرانی بیشتر از 25 ساله پوتین در جامعه روسیه مشکلاتی مثل بیگانه ستیزی و بدبینی نسبت مهاجران از آسیای مرکزی به اوج اعلایش رسید. هرچند با زحمت مهاجران کاری در روسیه میلیاردها دلار به بودجه دولت وارد می شود. پوتین در سخنرانی روز پنجشنبه‌اش موضوع مهاجرت را حساس و دردناک نامید. او گفت در روسیه صدها هزار دستی کاری نمی رسد و برای کم کردن مهاجران محصولناکی کار باید بالا برده شود. سال 2024 بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در مسکو اساساً مهاجران تاجیک را گناهکار کردند. بعد این دومه دولتی بیش از 30 قانون نوی محدود کننده حضور مهاجران در این کشور را قبول کرد. یافته های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی نشان دادند که از ثبت پولکی ایمیل، تلفن و پلنشت ها در تاجیکستان دو شرکت وابسته به اوستا گروه نیز منفعت میگیرند. محمد میرزا مدیر کل اوستا گروه برادر خورشید میرزا است که نایب اول رستم امامعلی در فدراسیون فوتبال تاجیکستان می باشد. همکار ما کیوم مرسیاتو در استودیو با ما است و خلاصه بخش تحقیقات رادیوی آزادی را از او میپرسیم. در عموم چی به دست آمده است کیوم مرسی؟ سلام به شما و بیننده عزیز. طوری معلوم جریان ثبت نام ایمیل را در تاجیکستان شرکت نت سلیوشنز بر عهده دارد و حق خدمت آن را دوشنبه سیتی بانک قبول میکند. نمایندگان خدمات علاقه تاجیکستان سال 2023 نام شرکت مسئول ثبت نام ایمیل را گفته اما صاحبان آن را آشکار نکرده بودند. درباره تندر یا مزایده و شرکت های دیگری داوطلب نیز معلومات در دست نیست. نامه های تحقیقگران به خدمات علاقه و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری در این باره تا حال به جواب مانده است. تحقیقگران رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی معلوم کردند که جمعیت مسئولیتش محدود نت سلیوشنز روز 3 اپریل سال 2016 هم در فهرست یگانه دولتی اندازسپارنده ها نامنویس شده است و دوشنبه سیتی بانک در این رویخط از سال 2009 جای دارد. مؤسس هر دوی آنها اوستا گروه بود است که در حال حاضر طوری ما میدانیم مالک 17 طرح است از سیامه گرفته تا مرمری و سیتی کارد و چیلتن معاصر و ارویس. این شرکت ها آرد و گوشت و مسافربر و مواد ترکنده امولسیونی استحصال کرده خدمت رسانی بانکی و کارکرد سنگ را هم انجام میدهند. حکومت تاجیکستان خرامان در 8 سال اخیر به شرکت های تابع اوستا گروه چند دفعه امتیاز و سبوکی داده است و واقعا هم سخاوتمندی حکومت نسبت به این شرکت ها همیشه مورد شبهه بوده است. آیا محققان معلوم کردند که فایده شرکت ها از ثبت نام ایمیل در تاجیکستان چقدر بوده است؟ بر اساس قرار حکومت تاجیکستان از ماه مارس سال 2020 ایمیل دستگاه‌های الکترونی باید در مخزن یگانه دولتی ثبت شوند. این کار تا ماه اکتبر سال 2023 اختیاری و رایگان یا که بی پول بود و توسط شرکت‌های موبیلی صورت می‌گرفت. ولی در بیشتر از یک سال اخیر این کار پولکی شده است و در این مدت آدمان تا ماه آگوست سال 2024 حق داشتند که 2 تلفن را برای تحفه یا که استفاده شخصی خود بی
پول ثبت نام کنند. اما خودمون شاهد هستیم که در ماه اوگوست نماینده خدمات گمرک گفت که به سبب پیچیده شدن همین کار به فساد این هم از بین برده شد. ثبت ایمیل هر تلفن در تاجیکستان 50 سومانی است و این معادل بیشتر از 4.5 دلار آمریکا. این چنین از هر تلفن و دستگاهی که با سیم کارت کار میکنند دو نوع دیگری حق ستانده می شود. این هم 15% انداز از ارزش علاوه شده از نرخ اساسی تلفن و 10 دلار دیگر باج گمرکی. مقامات خدمات گمرک ماه اوگوست گفتند که از زمان حتمی شدن ثبت نام ایمیلی بیش از 5 میلیون دستگاه را به طور پولکی به کشور وارد کردند، ثبت نام کردند و به حساب رسمی فایده دولت از این کار 11 میلیون دلار است. مسئولان شرکت نت سالوشنز تا هنوز درآمد خود را اعلان نکردند، ولی با توجه به آمار تلفن‌های وارد شده تحقیقگران رادیوی آزادی آن را بیش از 26 میلیون سومانی حساب کردند. البته این آمار رسمی نیست و ما در این مدت از نت سالوشنز و شرکت‌های دیگری وابسته به اوستیگرو پاسخ نگرفتیم. تحقیقات همکاران ما در سامانه رادیوی آزادی هست با زبان تاجیکی. تفصیلات را بیننده ها می‌توانند از آنجا بگیرند. خیرمان. بله، تشکر همکارم کیومرسیاتو. خلاصه های تحقیقی رادیوی آزادی را درباره شرکت نت سالوشن خلاصه کرد. در دوشنبه امروز جلسه نوبتی گروه‌های کاری مکان‌نگاری و هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان برای علامتگذاری سرحد دو کشور به انجام رسیده است. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی نوشت در جلسه که 9 روز ادامه کرد کاری تهیه لایحه خط سرحد آغاز شده است. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان 2 هفته پیش گفتند در مسئله تعیین خط سرحد به موافقه نهایی دست یافتند. دو کشور بیش از 20 سال سر تقسیم مرز بحث و کشمکش داشتند و مردم و نیروهای دو طرف بارها در سرحد برای آب و زمین و چراگاه جنگ و خونریزی کردند. سرحد دو کشور بیش از 900 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. سازمان هیومن رایتس واچ گفت اسرائیل با محروم کردن فلسطینی ها در غزه از دسترسی به آب پاک باعث مرگ هزارها نفر شده است و این عمل برابر با نسل کشی می باشد. اسرائیل اتهام نسل کشی را رد می کند. در همین حال وضع بشری در غزه رقتبار است چون اکثر بیجا شدگان در این سردی ها ناچار در خیمه زندگی می کنند. گزارش صدای آمریکا را میرزانبی خالقزاد تقدیم می کند. عائله ابو مریم مثل فلسطینی های دیگر غزه زیر خیمه در منطقه المواسی به سر میبرد. اینجا را اسرائیل همچون گوشه امن در غزه جنوبی معین کرده است. خانم اعتماد، شوهرش عارف و 2 فرزندی به بلاغت رسیده آنها که قبل از جنگ در شمال غزه اقامت داشتند در 1 سال برخوردهای اسرائیل و حماس مجبور شدند 5 دفعه مکان اقامتشان را عوض کنند. فصل الشتاء یعنی كثير زمستان ما را به تشویش آورده است. ما در خیمه لتگین اقامت داریم. اون در مقابل باران مقاومت ندارد. خیمه من قماش یعنی ما بتتحملش. به قول این زن در اردوگاه نگهداشت معیارهای بهداشتی خیلی دشوار است. فش نظافه یعنی طول همه جا کثیف است. تمام روز پاککاری میکنم و در آخر میبینم که همان حال پیشتر است. در همه جا، در لباس و جای خواب ایزی موش و حشرات به چشم میخورد. شو موجود من ملابس، من فراش، من بعض البقوليات اذا كانت موجوده. شوهر اعتماد عارف میگوید زمان ساکنان غزه به ویژه کشاورزان این منطقه باران را نعمت خدا میشمردند. امروز وضع دیگر است. در گذشته ما دعا میکردیم که باران بارد، آن را نعمت خدا میگفتیم. امروز در خیمه های لتگین و پلاستیکی دعا میکنیم که باران نبارد. امروز همه چیز زیر ماست. حتی در زمینی که کشتزار می باشد ما امروز مجبوریم خیمه های خود را جایگیر کنیم. المناطق الزراعية في غزة، المناطق الزراعية اللي في غزة كلها مخيمات. با فرارسی زمستان بحران غزه عمیق‌تر می شود. مؤسسه سازمان ملل متحد که نظام حفظ تندرستی فلسطینی ها را مراقبت می کند ابراز داشته است که 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه با کمبود جدی دارو و درمان مواجه است.
ما باز به آزمستانی خطربار روبرو هستیم. ایمونیتت یا خود مسئولیت مردم از سبب کم غذایی و گرسنگی دوامدار سست شده است. بدبختانه باز حالت به میان می آید که امکان داشت از آن جلوگیری شود. اخیراً اسرائیل روابطش با مؤسسه محلی سازمان ملل متحد را قطع کرد، زیرا به فکر اسرائیلی ها بعضی کارمندان این مؤسسه در حمله 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل نقش داشتند. مؤسسه محلی سازمان ملل این ادعا را رد می کند. امروز در اینجا 800 ماشین بارکش با کمک‌های بشری جامعه جهانی منتظر تقسیم شدن در میان ساکنان غزه می باشند. برای عائله ابو مریم فرق ندارد که مشکل انتقال کمک‌ها با عیب کی به عمل آمده است. آنها با یک زمستان سرد نمناک دست به گریبانند و می‌دانند که به این زودی‌ها به منزل دائمی زیستشان بر نمی‌گردند. در آسمان قلمروهای شرقی امریکا چی اتفاقی روی می‌دهد؟ هفته‌های اخیر اینجا شمار بی‌سرنشین‌های به‌نهایت زیاد مشاهده شده است و از ساکنان عادی سر کرده تا پرزیدنت آینده را چند سوال به تشویش آورده است. درون‌ها از کیستند و در بالای سر مردم چی کار می‌کنند؟ زرنگزی نوروز گزارش می‌دهد. هواپیماها معلق نمی‌سند. چرا در آسمان نیوجرسی یکباره شمار زیادی پهپادها پیدا شده است که آنها را فرستاده است و چرا؟ این سوال است که امروز در سراسر امریکا و جهان صدا می‌دهند. الیهاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی امریکا روز یکشنبه گفت در این کار ایزی خارجی دیده نشده است و افزود حالا حکومت در این مورد کاربری دارد. میخواهم به جامعه امریکا این باور را دهم که ما دست به کار هستیم. ما با مقامات دولتی و محلی همکاری زیج داریم، ولی مهم این است که ما با وکالت‌های علاوگی از سوی کنگره ضرورت داریم تا مشکلات مربوط به بی‌سرنشین‌ها را حل کنیم. حالا صلاحیت‌های ما محدود و همین‌ها هم رو به پایانند. در حالی که مقامات از پی دریافت پاسخ به سوال‌هایند، ساکنان میگویند آسمان معمولاً آرامی آنها هفته‌های اخیر روشن شده است. آنها به اندازه هواپیمای تجارتی نیستند. همشون برابر با ماشین هستند. اگر آنها کمی پایین‌تر شوند، کلان به نظر می‌رسند. می توانم بگم که این پهپادهای هوسکارانه هم نیست و شمارشون در سراسر نیوجرسی خیلی زیاد است. تصور کنید که چقدر پول لازم است برای این همه. رهبران طلب دارند که تدابیر ضروری اندیشیده شود. چرا سوالها بیشتر از پاسخ‌هایند؟ حالا ما اینجا به 3 دلیل جمع آمده ایم. اول برای استفاده وسیع دستگاهی نو ولی مخفی رابین برای دریافت پاسخ در مسئله پهپادها و همچنین میخواهم اعلام کنم که من در تهیه و قبول قانون کمک میکنم که امکان میدهد با پهپادها بهتر مبارزه بریم. طبق آن شعبه‌های پلیس در محل و ایالت‌ها برای آشکار کردن درون‌ها و حکومت‌های فدرالی یاری می‌رسانند. پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ فرضیه خود را پیشنهاد کرد و نگفت که در این موضوع یگان اطلاعی مخفی دریافت کرده است یا نه. حکومت می‌داند که چی روی می‌دهد. آنها می‌دانند که این از کجا می‌آید و به کجا می‌رود و با کدام سبب نمی‌خواهند مسئله را شرح دهند. فکر می‌کنم بهتر است بگویند که این چی است. ارتش و پرزیدنت ما می‌دانند. فکر نمی‌کنم این کار دشمن است. اگر چنین می‌بود به سرنشین‌ها را می‌ترکاندند. اتفاقی عجیبی رخ می‌دهد. در هر صورت مردم به این موافقند و پاسخ می‌خواهند. بینندگان ارجمند تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه میتونید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن ها در صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم هستند. خدا نگهدار.